سلام و صد سلام به همه شما دوستان همیشگی موشکاف. رفقا، امشب رو موج روزخونی های عظما و باقی سگ و سیله های نظامیم. ونگ و ونگ آخوندا روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. هر جای نظام که سرک بکشی صدای ناله میشنوی. اول از وزارت خارجه شروع کنیم. نشست مدیران سیاسی جمهوری اسلامی ایران و 5+1 درباره موضوع هسته‌ای کشورمان به ریاست مشترک ظریف وزیر امور خارجه و اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقر سازمان ملل برگزار شد. ما اختلافاتمون در موضوعات وجود داره، ولی سید عباس عراقچی با کلیدی خواندن موضوع غنیسازی و باقی ماندن اختلافات در این باره و نیز مراکز عراق و فردو گفت ببینید در مورد تقریبا همه موضوعاتی که ما در حال مذاکره هستیم مشکلاتی وجود داره، تفاهم هنوز به دست نیامده. این از سوز و گداز عراقچی و شرکا درباره خنث هسته‌ای، اینم از جیغ و داد تیمیریش به خاطر چکش ائتلاف ضد داعش. بعد از 2 نشست جده و پاریس برای تشکیل یک ائتلاف، سردمدار ائتلاف مشغول آماده سازی افکار عمومی است. این مصوبه صدای به راه انداختن جنگی دوباره است. پس از حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح آمریکا و ارائه جزئیات راهبرد پنتاگون برای دخالت دوباره در منطقه به اسم مبارزه با تروریسم داعشی، وزیر خارجه آمریکا نیز آخرین تلاش‌ها را برای گرفتن رأی مثبت از مجلس نمایندگان و عملیاتی شدن طرح جنگی اوباما به کار گرفت. طرحی برای مبارزه با تروریست‌هایی که پس از 3 سال حالا بد شده‌اند و کمک به تروریست‌هایی که چون با دولت سوریه می‌جنگند خوبند و میانه رو. عجب مایتابه‌ای شده این کنفرانس ضد داعش. هست و نیست ولایت رو برباد داده. تازه تیمیریش فقط این قسمتشو درز داده. ورق‌پاره‌های حکومتی رو ندیدید که چه علم شنگه‌ای رو انداختن. دومینوی تروریست ها به سوریه و عراق محدود نمی شود. و حالا 2 کلامم از خرجنگ نظام بشنوید. آمریکا در این ائتلاف دنبال شیطنت دیگری است که بار دیگر مجوز ورود بدون اجازه به کشورهای اسلامی سوریه و عراق را بگیرد. آقا موشکاف دیگه نمیگه حلقه معاصره تنگ شده. موشکاف نمیگه ولی فقیه تو بنبست گیر کرده. الان دیگه صحبت از چکش ائتلاف ضد داعشه و سندون تحریماست. آقا اینجا همون جاییه که ولی فقیه باید بین مرگ یا خودکشی از ترس مرگ یکی رو انتخاب کنه. وضعیت خیلی خفنناکه. علی گدا، رسیدی به نقطه تنفس مصنوعی، یعنی رپتی پتو. رقصای داغ و شفا